این وقایع که به معجزه بی‌شباهت نیستند چگونه رخ می‌دهند؟ من برای کمک به این افراد چه کاری انجام می‌دهم؟ روشی که من به کار می‌برم دست کشیدن، شفای ایمانی یا درمان معنوی نام دارد و به هیچ وجه روشی اسرارآمیز نیست، بلکه بسیار ساده است، اگرچه بسیاری از اوقات خیلی پیچیده به نظر می‌رسد. این روشی است که با ایجاد تعادل در حوزه انرژی که من آن را حوزه انرژی انسان می‌خوانم سر و کار دارد، حوزه‌ای که در اطراف هر یک از ما وجود دارد. هر کسی صاحب حوزه انرژی یا حاله‌ای است که جسم او را احاطه کرده و در آن نفوذ می‌کند. این حوزه انرژی با سلامتی فرد رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. تشخیص به واسطه حس برتر روشی برای درک چیزهای برتر از محدوده حواس انسانی است. به واسطه آن فرد قادر به دیدن، شنیدن، استشمام، چشیدن و لمس چیزهایی می‌گردد که به طور عادی قابل درک نیستند. حس برتر نوعی دیدن است که طی آن شما تصویری را بدون استفاده از قدرت عادی بینایی در ذهن خود درک می‌کنید. این تصویری تخیلی نیست. گاهی این قابلیت به روشنبینی نسبت داده می‌شود. حس برتر جهان فعال حوزه‌های انرژی سیال حیات را آشکار می‌سازد. حوزه‌هایی که در یکدیگر تأثیر گذارده در اطراف و درون همه چیز وجود دارند. در طی سالیان عمرم اکثر اوقات با دریای زنده هستی که همه در آن غوطه بریم سرخوش بودم. در خلال این اوقات خوش دریافتم که این انرژی از ما حمایت می‌کند. ما را تغذیه نموده به ما هستی می‌بخشد. به واسطه آن یکدیگر را حس می‌کنیم. ما از آن و آن از ماست. بیماران و دانشجویان من می‌پرسند که من از چه هنگام برای نخستین بار میدان انرژی اطراف انسان‌ها را به چشم دیدم. اولین بار چه وقت متوجه شدم که این قابلیت می‌تواند به ابزاری سودمند مبدل گردد و قابلیت ادراک هر چیز برای محدوده طبیعی حواس بشری چه احساسی دارد. آیا من صاحب استعداد خاصی هستم یا این توانایی قابل آموختن و یادگیری است؟ اگر چنین است، آنان برای گسترش حواس خود باید چه کاری انجام دهند و این کار در زندگی آنان به چه قیمتی تمام می شود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید از ابتدا شروع کنم. کودکی من دوران معمولی و ساده‌ای. من در مزرعه‌ای در ویسکانسین بزرگ شدم و از آنجایی که همبازی‌های